یه مدته که مد شده یه کلیشه اجتماعی به اسم این که مرد پرنسس یا دنبال یه مردیم با تستوسترون بالا. یه سری آزمایش انجام شده، دیدن مردایی که تستوسترون خیلی بالایی دارند نسبت به گروهشون، اطرافیانشون و جامعه حس عدم اعتماد کمتری دارن و رفتار پرخاشگرانه بیشتری دارن. یه هورمون دیگه وجود داره به اسم وازوپرسین و اکسیتوسین. نشون داده توی یه سری جانورانی که این هورمون افزایش بیشتری داشته معمولاً تک همسر بودن، با اطرافیانشون مهربان ترن و قابل اعتماد ترن. دنبال یه همچین مردایی باشین. اگه خودتون دنبال کنترل شدنید یا دنبال اینید که مسئولیتتون رو به گردن کسی دیگه ای بندازین، میخوام بگم سخت در اشتباهین. یه موقعی تاوان همچین شوخیاییمون رو با زندگیمون قراره بدیم.